سلام دوستان عزیزم، هادی هستم با معرفی دیکشنری آلمانی به فارسی aiword.org. وقتی شما در صفحه گوگل بنویسین AI word و اینتر رو بزنین، اولین سایتی که برای شما باز میشه دیکشنری آلمانی به فارسی AI word هست که وقتی روش کلیک بکنین شما به صفحه خانه یا صفحه هوم منتقل میشید. وقتی شما روی قسمت زرد یا روی دکمه زرد کلیک بکنین منتقل میشین به صفحه دیکشنری که در مورد این دیکشنری براتون توضیح کامل رو میدم. لغات امروز را دارین که یک لغت از دیتابیس انتخاب میشه، نوعیتش، ترجمهش و سطحش رو برای شما مشخص کردیم. این قسمت هر روز تغییر میکنه. مثال های کاربردی رو داریم: تلفظ صحیح، جستجوی سریع، بازدید هفته و بازدید کل سایت از ابتدا تا کنون. این دیکشنری محصول بچهای کال گلشهر مشهد ایران هست. اگر سوال یا پیشنهاد دارین میتونید که تو شبکه‌های اجتماعی با آدرس های زیر با ما ارتباط بگیرین. اگر خواستین که دیدار شب رو فعال بکنین میتونید توی این قسمت دیدار شب رو داشته باشین. و اگر هم خواستین که به سمت بالا منتقل بشین میتونید روی این دکمه کلیک بکنین و به سمت بالا هدایت بشین. میخوام که این منوبار رو برای شما دونه توضیح بدم. صفحه خونه رو که دیدیم، صفحه ارتباط با ما. اگر سوال یا پیشنهادی دارین میتونید توی این قسمت برای ما نام و نام خانوادگی خودتون رو بنویسین، ایمیل، موضوع و پیام های خوب شما و در نهایت ارسال پیام خوب شما برای ما که ارسال خواهد شد. توی صفحه بعدی درباره ما هست که من و همکارم رو شما اینجا مشاهده میکنین. محمد حسن اسماعیلی هستم، بنیانگذار و مدیر تولید محتوای وبسایت و احمد شهنوازی مدیر فنی وبسایت. توی صفحه بعدی که دیکشنریمون هست که گفتیم این صفحه رو کلا براتون توضیح میدیم و صفحه بعدی در رابطه با وبلاگمون هست که آموزش های زبان آلمانی رو میتونید توی این قسمت داشته باشین که یک آموزش های خیلی خوبی در رابطه با زبان آلمانی و نکته ها و ترفندها رو توی این قسمت براتون میذاریم. توی صفحه گزارش آماری میتونید گزارش های کل وبسایت رو توی این قسمت ببینین. یعنی اگر توی این قسمت خونه اگه هستین میتونید رو گزارش واژه ها وقتی کلیک بکنین این صفحه براتون ظاهر میشه که تعداد کل لغات رو اینجا براتون مشخص کردیم که 7489 لغت هست. توضیح سطح لغت در سطح A1، A2، B1، B2 و C1 هست که تو سطح A1 4721 لغت مربوط میشه به سطح A1 و اینجا هم توضیح لغات بر اساس نوعیت کلمه هست. مثلا روی اسم مذکر 1550 لغت از 7489 لغت مربوط میشه به اسمهای مذکر. بازدید نمودار هفتگی رو داریم و بازدید کل وبسایت از 1 فوریه 2025. خب صفحه بعدی صفحه تامین واژگان هست که وقتی کلیک بکنین این صفحه براتون ظاهر میشه. مرور لغات آلمانی، یادگیری لغات با تکرار پی در پی که نوعیت لغت رو توی این قسمت براتون مشخص کردیم. اگر خواسته باشین که اسمهای مذکر رو یاد بگیرین میتونین روش کلیک بکنین، سطحتون رو اینجا مشخص بکنین، تعداد لغات رو میتونین اینجا کم و زیاد بکنین و همچنین زمان نمایش هر لغت رو هم میتونین مشخص بکنین. بگیم 2 ثانیه. شروع رو وقتی کلیک بکنین اینجا براتون اون لغت از بین اون لغات دیتابیس براتون انتخاب میشه، 10 تا کلمه و شما میتونین لغت ها رو شروع بکنین به خواندن و توی ذهنتون اون ترجمهش رو مرور بکنین که این لغت باعث میشه، این کلا تمرین باعث میشه که لغات آلمانی رو توی ذهنتون ماندگارتر بشه و تقریبا میشه گفت که یک مرور لغات آلمانی با تکرار لغات و پی در پی این کار هست. در قسمت بعدی ما آدرس فروشگاه رو داریم که
محصولات زبان آلمانی که حالا شامل کتاب PDF یا لغت یا هر چیز دیگه هست رو تو این قسمت براتون میذاریم و اگر نیاز داشتید میتونید به اساس نیازتون خریداری بکنید. خب بپردازیم به صفحه اصلی یا همون صفحه دیکشنریمون. وقتی شما دیکشنری هوشمند آلمانی قسمت دیکشنری رو کلیک میکنید این صفحه براتون ظاهر میشه. یک صفحه خوش آمدگویی هست که میگیم که ما کارمون تازه شروع کردیم. بعضی کلمات ممکن ترجمه نداشته باشن. لغات درسی سطح A1 A2 و B1 موجود هست. آمار سایت رو میتونید در صفحه گزارش واژه ها و مرور لغات رو هم در صفحه یادگیری لغت مراجعه بکنید و ببینید. این صفحه دیکشنری هست. وقتی شما یک کاراکتر رو وارد میکنین، مثلا ما کاراکتر اس رو اگه بزنیم و لغت مثلا اشتارترن رو اگه وارد بکنیم، به اساس در لحظه به اساس اون تایپی که انجام میدیم لغات بروز میشه. و یک سیستم پیشنهادی خیلی عالی، نگاه کنید تقریبا 10 تا سیستم پیشنهادی اینجا 10 تا کلمه از بین دیتابیس انتخاب میشه و میتونید اینجا مشخص بکنید که شما سطح A1 رو میخواین، A2 رو، B1 B2 C1 C2 رو میخواین و نوعیت کلمه‌ای که اون کلمه‌ای که دنبالش هستین رو اینجا براتون مشخص میکنیم. اگر ما اینجا بنویسیم starten و اینجا میبینیم که این گفته که starten یک فعل با قاعده است در سطح A1 و starten ویا یک عبارت فعلی هست در سطح A1. وقتی ما روی لغت مورد نظرمون کلیک میکنیم، دیکشنری به صورت هوشمند اون لغت رو برای ما میاره. سطحش رو اینجا مشخص کردیم. اون عبارت فعلی تو این قسمت مشخص هست که نوعیت کلمه هست. شتارتن ویار ما تو این قسمت داریم که اون کلمه که اینجا هست میتونین که از اینجا هم داشته باشین. اگر خواستین که این لغت رو کپی بکنین، فقط کافی کپی لغت رو بزنین و حالا تو برنامه‌های مختلف اینجا میتونین که اون لغت رو پیست بکنین. میتونین راست کلیک بکنین و اینجا دکمه پیست رو بزنین و این لغت براتون پیست میشه. میتونین پاک کردن لغت رو بزنین، دوباره دیتابیس خالی میشه براتون و اینجا دوباره میتونین که لغت جدید رو بزنین، یا هم اگر نیاز بود میتونین اصلا کلا پاک کردن لغت رو هم نذارین و برین که اینجا پاکش بکنین، یعنی هایلایتش بکنین و میتونین لغت بعدی رو مثلا بزنین. اینجا مثلا بزنیم داس مثلا آوتو، یا مثلا آوتو رو کلا وارد بکنین. آوتو رو وارد بکنین میتونین از توی لیست مثلا بگین داس آوتو رو میخواین. خب حالا اگه داس آوتو رو اگه بزنین اینجا براتون اون کلمه مورد نظر انتخاب میشه. اینجا ما لغت به صورت با آرتیکلش براتون مشخص کردیم. اگر اسم باشه اسم خنثی هست، داس آوتو تلفظش و این شکل جمعش میگیم دی آوتوز شکل جمعش، دی آوتوس شکل جمعش و اینجا هم یک ترجمه کوتاه شده یا مختصر اون کلمه هست. توضیحات توی قسمت پایین اینجا براتون مشخص شده هست با مثال هایی که حالا اینجا داریم، مترادف، متضاد و همه چیزی که شما نیاز دارین. اگر اینجا ما دوباره لغت شتارتن ویا رو کلیک بکنیم، اینجا ما بعضی کلمات ممکنه که در موردش بیشتر توضیح داده باشیم. عبارات، اصطلاحات، عبارات های رایج، ترکیب های رایج، خطاها، پسوندها، پیشوندها، همریشه، مترادف، متضاد، خانواده واژه و خیلی چیزایی که توی این قسمت هست رو میتونیم اینجا داشته باشیم. حالا اینجا ما لغت هوگن رو اگر از توی این قسمت کپی بکنیم و ببریم توی اینجا پیستش بکنیم، اینجا میبینید که سیستم پیشنهادی این لغات رو، این لغت هوگن رو بر اساس اون پسوندها و پیشوندهایی که قبلش و بعدش هست براتون مشخص کرده. مثلا هوگن، گهوگن، سو هوگن، داس هوگن، گهوگن سو، واس هوگن زی. یعنی اون هوگن اگر بین اون کلمات داخل دیتابیس باشه به صورت هوشمند براتون لیست میکنه. مثلا سوزامن گهوگن که اینجا سطح A2 هست و فعل جدا شدنی هست، یا مثلا aufhören میت داتیو، مثلا اینجا سطح A1 فعل جدا شدنی. اینا همه رو براتون مشخص کردیم. روی هوگن اگه کلیک بکنین اینجا براتون مشخص کردیم که گفتیم هوگن، اینجا هوگن هست و فعل با قاعده هم هست. میتونین اینجا hat gehoogt ترجمه و تلفظش و اینجا هم اون
صرف سوم شخص ماضی نقلش رو هم تو این قسمت براتون گذاشتیم. اینجا ترجمهش رو داریم. ممکنه که بعضی کلمات نباشه داخل دیتابیس. مثلا شما یک لغت رو جستجو میکنین، اینطور رو میزنین و میگین که این لغت مورد نظر در دیکشنری موجود نیست. میتونید شما گزارش خرابی لغت یا پیشنهاد اضافه کردن لغت جدید رو کلیک بکنین، اینجا ایمیل خودتون رو بنویسین و اینجا شرح مشکل رو بنویسین که مثلا بگین لغت شما اشتباه تلفظ کردید یا اشتباه ترجمه کردین، یا اینکه این لغت رو میخوام که اضافه بکنین و ارسال گزارش رو بزنین و گزارش برای ما ارسال میشه و ما اون رو بررسی میکنیم و تغییرات لازم رو در دیتابیس دیکشنری هوشمند آلمانی اضافه میکنیم. دیکشنری هوشمند آلمانی جستجوی سریع و آسان لغات آلمانی، ایران، مشهد، گلشهر هست. اگر سوال یا پیشنهاد یا انتقاد یا هر چیزی دیگه دارید میتونید تو شبکه‌های اجتماعی با ما همراه باشین یا میتونید روی دکمه ارتباط با ما همیشه اینجا کلیک بکنین. اینجا میتونید نام و نام خانوادگی، ایمیل، موضوع و پیام خودتون رو برام بنویسین و در شبکه‌های اجتماعی میتونید با کانال یوتیوب میتونید ما هر روز هر لغت رو ما براتون مشخص میکنیم و اونجا براتون به صورت یک فایل خیلی جامع و یک ویدیوی کوتاه چند ثانیه 5-6 ثانیه اون لغت رو برای شما آموزش میدیم. تشکر از اینکه ما رو مشاهده کردین. دیکشنری هوشمند آلمانی به فارسی aiword.org